ما در محضر جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران هستیم. شب شما بخیر آقای دکتر. با سلام به امام ناترازی ها و مقام معظم رفاق واق محور، ارواحنا فداش بشم و با آرزوی سلامتی برای منویات مقام عظما و سیاست های کلیشون. دعوا نکنید، دعوا نداریم. بفرمایید. خب آقای دکتر، 100 روز از آغاز دولت گذشت. آقا 100 روز نگو، بگو 600 روز. کاری که تونی 100 روز دشمنا ما کردن، متفقین با هیتلر نکردن. با این حال ما دعوا نکردیم، دعوا نداریم. ما با وفاق اومدیم جلو. قبل از این 100 روز پول نداشتیم، الان هم نداریم. قبل این 100 روز لط و پار بودیم، الان آشولاشیم. ولی خوشبختانه وضع جوونامون خیلی خوبه. من اتفاقا چربوسیت با یکی از همین جوونا صحبت می‌کردم. خیلی راضی بود. میگفت خونه دارم، شغل دارم، پسنداز دارم، سفر خارجم به راهه. جوون خیلی خوبی هم است. داماد خودمه. خلاصه وضعیت خوبه. البته اینها محصول وفاقه. دعوا نداریم، دعوا نکنیم. به طور کلی اگه بخوایم وفاقو خیلی خلاصه و شفاف توضیح بدیم، وفاق یعنی چی؟ وفاق در واقع یعنی خارش پاچه مقام عظما و بوسش سیاست‌های کلیشون. دعوا نداریم که، نباید دعوا کنیم. به قول شاعر هر چیز چه کانی کانی، گر در پی نانی نانی. همون آیم ویندو پلیز اوپن د ویندو که میفرماید الذین یستفیدون الچماق فی الگفتمان الوفاق کذالک منبیات المقام العظما. یعنی کسانی که راه اختلاس رو میدونن و به ما نشون نمیدن، کسانی که راه کانادا و آمریکا رو میدونن به ما نشون نمیدن، چطوری میخوان راه بهشت رو ما نشون بدن؟ آقا دعوا نداریم که. چون بحث وفاق مطرح شد، من می‌خواستم آقای دکتر سریع بپرسم که انتظار دارید بخش‌های مختلف کشور در بحث وفاق، حالا قوای دیگر، قوه مقننه، قوه قضاییه، چه کمکی به شما و دولت بکنند؟ از قوه مقننه یعنی همون منباقر خالیباف انتظار داریم یه چند روز یه فک لعنتیشو ببنده، هی لیچار بار ما نکنه. از اژه‌ای هم انتظار داریم یه 5 دقیقه پاچه ما رو ول کنه، ببینیم چه غلطی داریم میکنیم. منم قول میدم درآمدهای نفتی رو خودم با عضوا بخورم، درآمدهای غیر نفتی رو با مجلس و قضاییه با هم بخوریم، وعده هم بدیم ملت بخورن. در مورد سوریه نمیخوان سوال کنی؟ شنیدم و مطلع هستیم همه که امروز شما گفتگوهای تلفنی هم داشتید، رایزنی‌هایی رو دارید انجام میدید و البته سیاست خارجی ایران و سفرهایی که آقای عراقچی وزیر خارجه داره انجام میده که خیلی بازتاب هم پیدا کرده، مخصوصا شامی هم که در شام صرف شد به نشانه آرامش در دمشق پایتخت سوریه. خیلی سریع، آیا ایران حضور نظامی مستقیمی در سوریه خواهد داشت؟ بله، حتما حضور نظامی خواهیم داشت. حالت خوب؟ شما گرفتی ما رو. حضور نظامی ما تو ایران رو هواست، بعد تو سوریه حضور نظامی داشته باشیم. بابا متراژ عمق راهخوردی ما الان از متراژ WC بیت بلایت 2 وجب کمتره. بعد دنبال حضور نظامی تو سوریه ای. من با عظما زنگ زدم، گفتم عظما اسد. گفت هر کی گفت جسد بگو من بیام بسد. برنامه دولت 14 برای مقابله با غول درآمدخوار خانوار مسکن چی هست؟ عملا ما یه غول درآمدخوار بیشتر نداریم، اونم مقام عظمای ولایته. غول درآمدخوار عمامه‌دار، ابر جاروبرقی عالم امکان. اما در مورد مسکن پیشرفت‌های زیادی داشتیم. اون مسکنایی بود که رئیسی بله داده بود 4 میلشو میسازه، اما یه دونش هم نساخت. ما قراره با بچه‌ها پریزاشو کار کنیم، البته اگه ناترازی‌ها بذارن. دعوا موام نداریم دیگه. قانون اخیر حجاب چه زمانی ابلاغ و به چه نحوی اجرایی و سازماندهی خواهد؟ قانون خوبیه. دلار 72,000 رو رد کرده، سوریه و لبنان مالیده، ملت کف خیابونا یقه ما رو گرفتن دنبال حقوقشونن، تورم 35% رسیده. بعد ما دنبال قانون حجاب و عفاف و ایناییم. اینا همه نشون میده کاردانیم ما، مسئولین ما کاردارن، فقط یه عوام مخمون تاب داره. البته از ترسمون فعلا چند ماه عقب انداختیم که یه وقت جرده مرقده نگیره، باد سوریه نگیرتمون. دعوا نداریم که، دعوا نکنید بابا. خیلی متشکرم از شما و ممنون از همه
بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده من از شما متشکرم. در پایان از بینندگان عزیز میخوام که هرچه زودتر نفری 500 دستی اگه دارن بدن. خزانه خالی، پول نداریم، اینو کمکی بکنن، شاید گره‌ای از زندگی آقازاده اختلاسگری چیزی باز بشه. دعوا نداریم.